با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان عزیز. امروز ما رسیدیم به درس 15 موفقیت که نام دارد انتظام فردی را در همه کارهایتان تمرین کنید. عزیزان، آلبرت هوبارد میگوید که انتظام فردی یعنی اینکه قادر باشی خود را وادار کنی که آنچه که باید انجام شود انجام دهی، چی از انجام این کار خوشحال شوی و یا اینکه غمگین. خود انتظام مهمترین خاصیتی فرد برای موفقیت در زندگی و ثروتمندانی خود ساخته شدن است. اگر توانی خودت آنقدر مرتب و با نظام باشی که آنچه که باید انجام شود انجام دهی، چی از انجام این کار خوشت بیاید یا نیاید، موفقیت شما تقریبا تنظیم شده است. کلید ثروتمندان خودساخته را صاحب شدن، داشتن چشم انداز دراز مدت همراه با توانایی و تأخیر انداختن کامیابی در وقت کوتاه است. اگر توانستی هدفی ثروتمند شدن را در دراز مدت برای خود تنظیم کنی و سپس کار خود را با انتظام انجام دهی، هر روزی که می‌گذرد و هر هزینه‌ای که برای انجام آن کارها صرف می‌کنی، تضمین خواهی کرد که در نهایت به هدفی دراز مدتی خود دست پیدا کنی. انتظام فردی عزیزان به خویش فرمایی، خود کنترل کنی، خود مسئولیتی و خود هدایتی نیاز دارد. فرق افراد موفق با افرادی ورشکسته و مغلوب شده آن است که افراد موفق عادت انجام کارهایی را دارند که افراد ورشکسته دوست نمی دارند آنها را انجام دهند. و اما آنها چی کارهایی هستند؟ کارهایی که افرادی ورشکسته دوست می دارند انجام دهند همان کارهایی هستند که افرادی موفق دوست نمی دارند انجام دهند. ولی افرادی موفق به هر صورت شده کارهای خود را انجام می دهند، زیرا اعتقاد دارند که این بهایی است که آنها باید بپردازند تا آن طوری که می خواهند موفق شوند. افراد موفق بیشتر به نتیجه های مطلوب می اندیشند، ولی افراد شکست خورده بیشتر به روش های مطلوب توجه دارند. افراد موفق به کارهای بند می شوند که به هدف برسند. افراد موفق کارهای را انجام می دهند که سخت و لازم و مهم هستند. از طرف دیگر افراد ناموفق ترجیح می دهند کارهای انجام دهند که سرگرم کننده و آسان باشد و به آنها لذت و نتیجه فوری دهد. عزیزان، توجه داشته باشید که هر عمل خود انتظامی دیگر خود انتظام ها را تقویت می کند. هر وقت که خود انتظام را تمرین کنید، اندازه، چینک و یا میزان اعتماد به نفس و خودباوری شما افزایش خواهد یافت و هرچی در کارهای کوچک انتظامی کاری را بیشتر رعایت کنید، قادر خواهد بود در فرصتهای بزرگ تجربه ها و رقابت های زندگی شرایط انتظام بیشتر را پذیرا باشد. به یاد داشته باشید که هر چیز و هر کار در زندگی آزمون بیش نیست. هر روز، هر ساعت و گاه وقتها، هر دقیقه از شما آزمونی خویش فرمایی، خویش کنترلی و خویشتن نظامی گرفته می شود. این آزمون است که به شما می گوید شما می توانید خود را آماده کنید تا کارهای مهم را شروع کنید و آنها را به پایان برسانید. این آزمون می گوید شما می توانید فکر خود را بر روی آنچه که می خواهید متمرکز کنید، نه بر کارهای مثل
فکر کردن و صحبت کردن درباره چیزهایی که نمیخواهید و یا مشکلاتی که در گذشته داشتید. وقتی شما در این آزمون قبول شدید می توانید به زینه بعدی موفقیت پایان آید. هر موفقیت به چندین تن انتظام احتیاج دارد. به قول جیم ران، انتظام چند گرم وزن دارد ولی شکست چند کیلو. خب اینجا تمرین عملی عزیزان میگوید که بخش از زندگی خودتان را که عاملی به وجود آیی انتظام است و مانع موفقیت شما می باشد مشخص کنید و تصمیم بگیرید در آن بخش انتظام برقرار کنید. با جدیت کار خود را آغاز کنید. تصمیم خودتان را به دیگران در میان بگذارید. هرگز استثنای قائل نشوید تا اینکه عادتی نو کامل ثابت شود. این تصمیم به تنهایی می تواند زندگی شما را تغییر دهد. در فرهنگ ما میگویند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. انتظام عزیزان همان اندازه‌ای که هر یکی ما باید آن را رعایت کنیم و در زندگی استفاده بریم. خوب در این درس براین تریسی میخواهد برای همین ما و شما آموزاند که افراد موفق همه وقت کارهایی را میکنند که آنها را پیش برد، نه سرگرمی و دلگرمی، نه فراغت از آنچه که با آنها در آینده موفقیت بیشتری را به دست نمی آورد. به همین خاطر عزیزان به همین شما توصیه می دهیم که وقتی خود را درست استفاده برید و به انتظام و انضباط شخصی خود بیشتر توجه کنید تا اینکه به افراد موفق مبدل گردید. خوب پایان درس 17 بود که به اتمام رسید و تا درس‌های دیگر با امید پیروزی، سعادت و کامیابی همه شما عزیزان پیروز و سربلند بمانید. خودتان را احتیاط کنید و تصمیم بگیرید و تلاش کنید. حتما در این سیاره که ما زندگی میکنیم همه انسان ها لیاقتی موفق شدن را دارند. هر کی را برای کار ساختند و همه ما برای یک کار آماده هستیم، استاد هستیم، راهنمای هستیم و می توانیم از یک کار پیروز و موفق بمانیم و همان چی که ما را از درون بسیار دلگرم میکند همان را بازگشایی کنیم و موفقیت دور نیست که در خانه ما را بکوبد. خدایار تا درس‌های دیگر پیروز و سعادتمند بمانید.